نزدیکان عبدالله شمس‌الدین پناهجوی تاجیک که از آلمان به تاجیکستان اخراج و بی‌درک شد میگویند او با آنها زنگ زده گفته است در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان است. پیشتر مقامات انتظامی تاجیکستان از جای بود و باش او اظهار بیخبری کرده بودند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و در استودیو با ماست. میرزانبی، چگونه عبدالله توانسته است که از خودش درک دهد؟ سلام. بله مومین، عبدالله با تلفن به همسرش که در آلمان است زنگ زده گفته است که پروندهش را مفتشان کمیته امنیتی تاجیکستان بررسی دارند، ولی با کدام امتحان عیبدار است معلوم نیست. سمیه پیرو هفتم مارس به رادیو آزادی گفت با شوهرش روز دوشنبه گپ زده است. ظاهراً به او اجازه دادند که صحبت کند چون از داخل بازداشتگاه بدون اجازه تماس تلفنی امکان پذیر نیست. قریب رادیو آزادی نسخه صحبت را به دست آورد، اما مستقلانه تصحیح کرده نمیتواند که صدای عبدالله شمس‌الدین است یا کسی دیگر. ولی همسرش میگوید در آغاز صدا را نشناخت، اما مطمئن است که با شوهرش صحبت داشته است. عبدالله زنگ زد، صحبت کرد. اول من صدایش را نشناختم. وقتی پرسان شدم که عبدالله خودت هستی، عبدالله گفت که بله منم بیمار هستم، صدایم گرفته است. ما صحبت کردیم، واقعا که عبدالله خودش به من زنگ زد. بله، مقامات تاجیکستان هیچگاه جای نگهداری او را نگفتند، پروندهش را هم شرح ندادند. به قبل همسرش عبدالله شمس‌الدین با دو فرزندش نیز صحبت داشته است. همین است. بله. ببینید میرزانبی، پس حالا معلوم نیست که سرنوشت او چی می شود، آزاد میکنند یا چی؟ همین سوال را همسرش به او داده است و عبدالله گفته است که حالا چیزی معلوم نیست. عبدالله شمس‌الدین 32 ساله از سال 2009 در آلمان زندگی داشت، ولی او را ماه ژانویه امسال به تاجیکستان اخراج کردند و سببش را رسانه‌های آلمانی قانون شکنی نوشتند. پس از اخراج او همکاران و حامیان حقوق و بعضی از مخالفان تاجیک در آلمان گرد همایی کردند. آنها میترسند که عبدالله شمس‌الدین به سبب پیروی از حزب ممنوع نهضت اسلامی و هم پدرش شمس‌الدین سیدوف که در تاجیکستان غایبانه به زندان محکوم شده است، شکنجه و زندانی خواهد شد. پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمان‌های دیگری سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد صحبت میکرد.